برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه دیدگاه. برنامه‌ای که در اینجا هم دیدگاه من و هم دیدگاه شما گفته خواهد شد. برنامه‌ای که در این برنامه همه گفته های من قبول نمی شوند. کسانی پیدا می شوند که گفته های مرا رد میکنند، میگن این فکرت نادرست است، اصل واقعیت چنین نیست و من دیدگاه دیگر دارم. در این برنامه ما کسانی پیدا می شوند که از ما بهتر و خوبتر می دانند و میگویند چیزی رو که من میفهمم شما نمیفهمید و من با تحلیل گپ میزنم، من با تحقیق گپ میزنم و حقیقت این است که من میگویم و چیزی که شما میگویید نادرست است. ما این رو هم قبول داریم. برای همین این برنامه رو دیدگاه گفته ایم. یعنی در این برنامه دیدگاه هر نفر شنیده خواهد شد. دیدگاه هر یک نفر. هر کسی که میتواند برای پیشرفت کشور، برای حل مسئله ها یک دیدگاه را ارائه کند، انا همین برنامه دیدگاه تریبون او است، منبر او است و میتواند ما را ببرد و به برنامه داخل شده حرفای خود را بگوید. برای این تماشابینان عزیز، شما میتوانید با استفاده از لینک استریمیارد که در زیر در نوار آورده شده است در اپیسانی، توسط انگشت زدن به این لینک وارد استودیو شوید. ما شما را میپذیریم، به استودیو وارد میکنیم، حتما حرفای خودتون را میگویید. اگر این با این با انگشت زدن به لینک استریمیارد و شما میسر نشد که به استودیو وارد شوید، مرحمت به زنگ توسط واتساپ به تلفن زنگ زنید به رقمی که ما در زیر نوار در اپیسان مانده ایم، به آن زنگ زنید. حتما اینجا هم در زیر نوار میمونیم تا شما ببینید، به آن زنگ زنید، حتما زنگ شما رو ما قبول میکنیم. به نوبت به هر حال وقتی که نوبتتان نمی آید خواهش میکنم روح افتاده نشوید، خواهش میکنم دلگیر نشوید، حتما کوشش کنید که وارد استودیو شوید و حرفای خودتون رو بگویید. تماشابینان عزیز، پیش از همه یکایی که شما خواهش میکنم که پیش از آغاز برنامه به من شریک شوید، به من کمک کنید این برنامه را به دیگران، به دوستانتان فرستید. تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه نفرانی که از رفت برنامه آگاه میشوند تعدادشان زیاد شود. با تعداد زیاد همه با هم، با دست هم برنامه را گرفته میبریم انشاءالله. برای همین بیایید یک جایه تگمه لایک را پخش میکنیم. یک جایه کسانی که به برنامه وارد شده اید اما به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی نیز آبونه شوید، ضرر نمیکنید. و کسانی که زنگوله را پخش نکردید، حتما تگمه زنگوله را نیز پخش کنید. این هم به شما فایده میبرد، چون برابر برنامه های ما در کانال یوتیوبی پیام تیوی گذاشته شدن شما در حال با خبر میشوید. ما در یک روز 2 مرتبه خبری تاجیکی میدهیم، یک بار صبحگاه، یک بار بیگاهی و در نیمه روزی یک بار خبری اقتصادی میدهیم. در خبری اقتصادی ما درباره نرخ دلار با پول سامانی، نرخ یورو، نرخ روبل گفته میگذاریم، نرخ نفت، بنزین، گاز گفته میگذاریم، نرخ طلا گفته میگذاریم، نرخ آرد، گندم، سبزی، پیاز، کارتوشکا و همه اون نرخی که در تاجیکستان هست
چیزی که رسانه‌ای شده است به شما میرسانیم و در خبرهای اقتصادی شما از نرخ و نوا با خبر میشوید و بیگاه همه خبرهای مهمی که در تاجیکستان شده گذشته است منبعهای ما به ما ارسال کردند و در رسانه های تاجیکستان نشر شده است. ما به شما حتما بازگویی میکنیم. در شبکه یوتیوبی پیام تیوی گذاشته می شود که شما از آن بهره میگیرید. شما به همیشگی ما را پیگیری کنید و همیشه شما وقتی که ما را پیگیری میکنید از تمام رویدادهای تاجیکستان و جهان، از خبرهای مهم همیشه آگاه میشوید، از خبرهای اقتصادی همیشه آگاه میشوید. اگر فرصتی از یوتیوب دیدن یا که همه خبرها را کافته گشتن این گونه فرصت نداشته باشید، به کانال تلگرامی ما ابونه شوید و کسانی که به کانال تلگرامی ما ابونه میشوند این امکانیت رو پیدا میکنند که تمام خبرهای پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت در آنجا گذاشته می شود. تمام برنامه های رادیویی ما در آنجا گذاشته می شود. تمام مقاله ها و تحلیل هایی که ما در سایت پیام میگذاریم در آنجا گذاشته می شود. برنامه ها، خبرهای ما که در یوتیوب میگذاریم در آنجا گذاشته می شود و دیگر خبر و مقاله هایی که هست کمانده ما نشر میکند در کانال تلگرامی گذاشته می شود. خواهش میکنم به کانال تلگرامی ما ابونه شوید. حتما در وقتش خبرها دانستنی ها را خواهد دانست. تماشاگران عزیز، یک اعلان دیگر این است که عین حال همین برنامه ما در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی، تلویزیون پیام تیوی عین حال در حال پخش است. در تاجیکستان، در ترکیه و در تمام دنیا جایی که ماهواره یوتلسات کار میکند، موجی ماهواره یوتلسات هست، آنجا پیام تیوی نیز هست. شما ما را دریافت کنید. یک چند برنامه های علاوگی داریم و یک چند برنامه های دیگر شبکه های یوتیوبی در آن به جز ما پخش می شود و حتما امیدوارم که مقوله شما می شود. حتما انشالله امیدواریم هستیم که میپذیرید. برای همین تماشابینان عزیز، ما را از شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی دریافت کنید توسط ماهواره یوتلسات 7B. حالا من گپ رو سر نکرده زنگ زدن رو آغاز کردن. فکر میکنم که امروز خیلی میتاسفد. حالا من برای زنگ رو قبول کردن آمادگی هم رو ندیدم. نفری که زنگ زده شده دلتنگی نکنید خواهش میکنم و حتما ما شما رو میپیوندیم و اولا خواهش میکنم تا من گپم رو تمام کردم همینجا بمانید، بعدا انشالله که صحبت میکنیم. یا که اگر یگان سراسیمه باشید من صدایتان رو بلند میکنم، شما گپتان رو زنید، بعد سر میکنیم. خوب؟ الو؟ چهره دیور نیست در چی برنامه دا دیور نیستی همین خیلی است. یا بر کامیرا تا یا ورکشاپ کی ما ندیده ایستیم، آواز میویه و خودت نیستی. حاضر پیدا میشود انشالله. مایل دامست. خوب باشه. زنده باشید. منو ببینید تلفن را برداشتن هم ضرر نکرد. نفران گفتن که ما چهرهتون را نمیبینیم، حتما حاضر از پی نشان دادن چهره میشویم. خوش
تماشابینان عزیز، حالا خواهش میکنم از یکایی که شما معذرت بخوام که به سبب سست بودن اینترنت کسانی که مرا میشنوید خواهش میکنم یک بار به من خبر دهید که در چت یوتیوب نویسید که صدای من هست و سیمای مرا میبینید. خواهش میکنم نویسید که حالا سیمای مرا میبینید و هست کسی اینجا؟ سیما نمودار است؟ تمام. تشکر به یکایی که شما تماشابینان عزیز. البته در این برنامه ما حیاهو نمی کنیم، با دلیل گپ میزنیم و کوشش میکنیم که به گپ های بیهوده، به حق و حقارت، دشنام این خیلی ها راه ندهیم، حیاهوی زیادتی نداشتگی باشیم و همیشه کوشش کنیم که یک چیز رو در همین برنامه آموختگی باشیم، یک چیز رو یاد گرفتگی باشیم و برای اصلاح همدیگر در این برنامه کوشش کنیم، دیدگاه هایمان رو با دلیل گپ زنیم، یگان نظر داریم، فکر داریم، اندیشه داریم، نه هراسیده نه ترسیده گپ زنیم من سواد نیست، من بی سوادم، من اینم، من ویم. همین فکر و اندیشه ها ما رو خیلی پیش راهمان رو برای پیشرفت داشته است. هر یک شهروند تاجیکستان از کودک گهواره تا پای جنازه
که حالا جنازه حالا جانش نبر آمده است، جنازش یعنی خوانده نشده است و جانش نبر آمده است، حق دارد که درباره پیشرفت تاجیکستان گپ زند. بسواد است، بیسواد است، او حق شهروندی دارد، باید گپش را بزند، باید فکر و اندیشه او گوش کرده شود، داد او گوش کرده شود. اگر ما تا به این حد رفتن نرسیم که یک شهروند کشور را، حرف دلش را، درد دلش را شنیده توانیم، تا به این حالت رفتن نرسیم ما پیشرفت نمیتوانیم. حالا به خاطر چی ما حاضر از تاجیکستان دور هستیم، در اروپا هستیم؟ به همین خاطر که حکومت امروزی ما توان و قدرت شنیدن حرف شهروندانش را ندارد. در کار باشد به کشتن حاضر است و به شنیدن نه، به زندان کردن حاضر است، به شنیدن سخن شهروندانش نه. اگر سخن شهروندان شنیده شود، گوش کرده شود، به این نوبت گرفته شود، مثلا گریم از 100 سخن 10 سخن خوب میبراید می، از 100 ایده 10 ایده خوب میبراید می، انا همین 10 ایده خوب را گرفته کار فرماید حکومت، پیش می رود. اما وقتی که از 100 ایده یک ایده را توان شنیدن ندارد و فقط به قوت و قدرت انا همون یک توده مخصوص تکیه بکند و این 10 میلیون اهالی کشور را تماما به این نوبت نمیگیرد، انا به همین خاطر پیش نرفته ایستاده است. ما امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره آن صحبت میکنیم که امروز خبرگزاری از پولس یک خبر رو نشر کرد و یک تحلیلش رو، تحقیقش رو نشر کرد که از روی در نشست مطبوعاتی معلومات داده مسئولین از 19 نامگوی محصولات غذایی و طلبات اولین درجه تاجیکستان که نرخ آن را دولت نظارت میکند، فقط 9 تایش یک قسم یا نیمش یا از یکی سهش یا یک قسم زیادترش در تاجیکستان استحصال میشده است و خلاص. 10 تایش را تاجیکستان از بیرون میدرارد و نیازمند و دستنگری از بیرون وارد کردن ان همین نیاز اولیه آذوقه است، یعنی آذوقه نیاز اولیه است. بعضی چیزها رو نخورید هم عمرتون میگذرد، روزتون میگذرد، اما بعضی از نامگوی چیزهایی هست که به اون نمیشود. مثلا گریم نان، اردو روغن و برنج و مثل همین ها، گوشت و بعضی چیزهایی است که نخورده هم می شود، لیکن به اردو، به روغن و به برنج و به اینها روزتون نمیگذرد، باید به هر قیمتی نباشد خریداری کنید. اما تاجیکستان از 19 نامگوی همین آذوقه های مهم که نرخش را خودش نظارت میکند، باید دولت نظارت کند، فقط 9 تایش را یک قسم استحصال میکرده است. 10 نامگویش از خارج به تاجیکستان وارد می شود. مبادا اگر یگان کشور قهرش را تاجیکستان برارد، رو من به تو، مثلا گریم قزاقستان گوید که رو من به تو گندم نمیدهم، از اوکراین گرم گوید از روسیه میترسد، 50% اهالی کشور گرسنه میمونه، بی نان بی ارد میموند. به خاطر چی؟ به خاطر آن که تقریبا تاجیکستان 2 میلیون تن ارد و گندم استفاده میبرد در یک سال. از همین 850 هزار تن اش را در داخل استحصال میکند، در داخل پیدا میکند. از این 1 میلیون و 200 هزار تن اش را از قزاقستان وارد میکند، از قزاقستان وارد میکند. حالا قزاقستان چند بار لیمیت معین کرد، از فلان هزار تن زیاد نمیتیم به تاجیکستان یا به دیگر کشورها، از جمله به تاجیکستان. در این حالت چی میشود؟
حالا میگه من اول خلق خودم رو سر میکنم بعد شمایان رو. یکی گفت که مثلا گریم هوا نامساعد آمد، حاصل نقص نشد، ما امسال فقط شهروندان خودمون رو به زور تامین کرده میتوانیم. با تاجیکستان 1,000,000 تن نه، همین 300,000 تن 400,000 تن گندم داده میتوانیم. خلاص چی بشود بعد؟ این شهر از این کشور به وای کشور گردن کش کرده میگردیم می. ببینید دائم رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید میکند امنیت آذوقه‌واری شنیدید از دهان رئیس جمهور همین کدام مسئولش نباشد امنیت آذوقه‌واری میگوید. اما همین امنیت آذوقه‌واری آیا از جانب خود حکومت یگان اهمیت دارد؟ اجرا میشود؟ اجرا نمیشود؟ یگان در حال اجرایش هست؟ یگان سطح معین اجرایش پیدا شده است یا نشده است؟ بیاید در برنامه همین روزه با دلیل صحبت کنیم. سفرعلی قربانزاده معاون سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری اطلاع داد که در همین نشست مطبوعاتیش 10 نامگوی مال و محصولاتی از لحاظ اجتماعی مهم که نرخشان باید از جانب دولت تنظیم شوند از خارج کشور به تاجیکستان وارد کرده می شوند. ببینید تامین امنیت آذوقه‌واری کشور یکی از هدف‌های حکومت تاجیکستان اعلان شده است. مقامات تاجیکستان ادعا دارد که همین امنیت آذوقه‌واری به تدریج یعنی آهسته آهسته اجرا بشود و حکومت برای تامین اهالی کشور با آذوقه چاره‌های تأخیرناپذیر می‌اندیشد. همین گپ‌ها رو شنیدگی هستید؟ حالا بیشتر سفرهای رئیس جمهور رو منتج میکنه، فقط دهانش میجومد، صدایش رو هیچ کس نمیشنود. از بالایش همین دیکتاتور گپ زده رفته هم میگیرد، گویا که رئیس جمهوری ما دودوق است، گوگو میکند، گپ زده نمیتوند و همین یا شاید به سبب این وای وای هایش باشد گپش رو نمیمونند، هم تو لبش جومیده میستد. تمام نه او روز راغون رفت با کی؟ با قاهر رسولزاده، با رستم امام علی راغون رفت. قاهر رسولزاده هم فقط لبش جمید، امام علی رحمان هم فقط لبش جمید، رستم که تمام گنگ. ابولش دیکتاتور خبرنگار گپ زده رفته هم میگرد، گزارش داده رفته هم میگرد، یک کلمه یک جمله امام علی رحمان نمیمونند، ماندن تمام در بالا میمونند. ما میگیریم وره بعد تحلیل میکشیم و خیر. برای همین گپی امام علی رحمان نمیمونند. اما جایی که گپ زد، از روی کاغذ گپ زد، 10 بار همین امنیت آذوقه‌واری رو میشنویم. بله با تدریج اجرا شدنش رو میشنویم، امورها رو میشنویم که حالا در پایین گفته میگذاریم که گندم فلان قدر فلان فایز زیاد استحصال شده است، انگور فلان قدر زیاد استحصال شده است، ماهی فلان قدر زیاد استحصال شده است، ارد فلان قدر، مکلان فلان قدر، برنج فلان قدر زیاد استحصال شده است. گفتم میگیرند، اما در نرخ میبینیم که زیاد استحصال شود، آخر نرخ یک کم در پایین فرامدنش در کار می نه، اینو زیاد استحصال کنند هم نرخشان برآمده رفته هم میگیرد. از این عبارت که زیاد استحصال شدن دروغ است. بله حالا به این در این باره حالا گفته میگذاریم. ببینید همین چاره‌های تأخیر ناپذیر برای تامین امنیت آذوقه‌واری کی به میان آمدگی بود؟ سال 2010 زمان قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت آذوقه‌واری همین قبول شد و رئیس جمهور گفت که باید چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود و امنیت آذوقه‌واری تامین کرده شود. همین 19 نامگو باید تامین کرده شود. حالی همین 50% تامین نشده است. 50%. حالا هم 10 نامگویش از بیرون وارد کرده می شود، 9 نامگویش که در داخل هست همین هم نیمش باز از بیرون وارد کرده می شود.
یا بدو گرید. یعنی در مابین 12 سال یک حکومت که اقلا 50% چاره های تأخیر ناپذیرش را یعنی نمیدلن اجرا کردن در کار گفتن گپ 12 سال گذشتگی است 50% اجرا نشده است. وقتی که میگوید که نمیدلن باید این چاره اندیشیده شود 12 سال گذشت حالا هم انا همین مثل سنگپوش رفته ایستاده است هیچ گپ نیست. نگاه کنید انامین در ماده 5 قانون درباره امنیت عضوقواری گفته شده است که مقصد دستگیری دولتی عاید به امنیت عضوقواری تامین طلبات اهالی با آذوقه حیاتاً مهم از جانب استحصال کنندگان وطنی محصولات کشاورزی اشیای خام و آذوقه می باشد. از جانب استحصال کنندگان وطنی محصولات کشاورزی اشیای خام و آذوقه می باشد. اناکنون با گذشت 12 سال از این قانون استحصال هیچ کدام از محصولات از لحاظ اجتماعی مهمی که تا سال 2010 از خارج وارد کرده میشد یگان تاش زیاد نشده است. یگان تاش از 2010 تا همین 2022 12 سال باز هیچ تغییر نیافته است. اینها چگونه چاره های تأخیر ناپذیر می اندیشند؟ اوی فکرهای امنیتی اوی کوسالیسان یک بار اینجا برایت مرد باشد گپ زنید چی کنی 12 سال باز چیکار کردین حکومت؟ قانون قبول شدگی است قانون اجرا نکردگی چی حکومت دار است چی یک آدمی عادی است جنایتکار می حکومت برای چی در حکومت است؟ در کشور دموکراتی باید طلبات قانون را اجرا کند رعایت کند پیاده کند و نیکو احوالی کشور را تامین کند مردم را تامین کند. وقتی که این کار را نتونست کردن هیاهو و یاوو انا امسال انا ویسال انا عصر آینده انا بعد 100 سال آینده این گپا راه نمیره. این گپ ها راه نمیرد. باید حکومت ثابت کند که تدریجاً مرحله به مرحله برنامه اش اجرا شده ایستاده است قانون ها رو اجرا کرده ایستاده است نه پایمال کرده ایستاده است. انا میدونید برای چی ما در اروپاییم؟ از تاجیکستان با روسیه آمدیم در روسیه روزمان ندادن از روسیه به ترکیه رفتیم در ترکیه روزمان ندادن از ترکیه به اوکراین رفتیم در اوکراین روزمان ندادن از اوکراین به اروپا آمدیم در همین جا هم روزمان نداده ایستادن. فقط یک روز اپام رو گرفته میبرند یک روز اکام رو گرفته میبرند بچه‌اش رو گرفته میبرند دخترش رو گرفته میبرند. به خاطر چی؟ من گپ نزنم و همین گپای من گجایش غیر قانونی است. وای نوبکاران گجای همین گپا رو من نگویم کی میگوید دیگر؟ باید گفته شود یا نه همین گپا؟ حالا ببینید انا به گفته سفرعلی قربانزاده نامگوی مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری که با قرار حکومت ماه می سال 2018 تصدیق شد از 19 نامگوی مال محصولات عبارت است. اما در قانونی که سال 2010 قبول شده است نامگوی اکثر این مال محصولات وجود دارد و آن آذوقه حیاتاً مهم نامیده شده است. آذوقه حیاتاً مهم در بیرون از تاجیکستان 60% رفت تو مراسای تاجیکستان با دیگه کشورها نامد. خیلی که حاضر نه با افغانستان مثلا گریم مراسایش اومده ایستاده است هرچند بیزنسش پیش رفته ایستاده است نه با قرقیزستان مراسایش اومده ایستاده است یکی با ترکمنستان گپش میگذرد یکی با ایران گپش میگذرد. این دیوانه بی مراسا حالا با ازبکستان
دو سه سال باز نقش شدیم چی احوال بودیم؟ با ایران کشوری به همه معلوم تروریست اکستریمیستوی تاجیکستان فینانسی رو میکنند. گفته چند سال گپ زد، این سال رفته انمی خیلی دقت شده سری تعظیم خم کرد. یکی آب میشود، یکی الاو میشود، یکی آتش، یکی باد میشود. این رهبریتی ما در همین حال با خودش به نگاه کرده کار نمیکند. 55-60% نیازی اولین درجه کشور از خارج وارد می شود. 55-60%. همگی 40% در داخل قسمان. ببینید قیمت، نرخ مال و محصولات چقدر بالا رفته ایستاده است، چقدر بلند شده ایستاده است نرخ مال و محصولات. به این کی نظارت میکند؟ نظارت هست یا نیست؟ همین خیلی حکومت وجود دارد که نرخ را نظارت کند، به استحصالات نظارت کند، به آمارهای بردروغ نظارت کند، به دزدی ها نظارت کند. همین حکومت در گوجو است. اینو چیکار کرده ایستاده است؟ تماما همین فقط قایچی، اینجا برو اونجا بدو می دیگه کار نیست. می یک پیرکی رو گرفتین تنتک کردین، اینجا به اینجا گرفته میگردین. یکی روغون رفته است، یکی اینجا رفته است، یکی او چی در کار است؟ چی در کار است؟ خیر نه همون کی رفت، همین چی میگود سپلیاک رستمی امامی رفت آمد تمام ده. همه گپ یک سری چای در یک سری دسترخوان اویلوی میگوید آخر کردید کره ندید، کی دوله داد کی دوله نداد. بیزنس اویلوی خیر رفته ایستاده است. و تو یک خیلی درون مردم در وارد شو. اگر با مردم باشی درد دلی مردم رو شنیده تانی، کی زیدی تو گم میزنه؟ حالا همین گپای ما زیدی تو نیست. این گپای ما همونه است که نگرانی از اجرا نشدن است، نگرانی از ملت رو به تباهی آوردنش است. شما شکمتان سیر، تنتان پوشیده، بالای سرتان پوشیدگی یک سایه افکن دارید. این مردم چی مردم؟ نیمی از اهالی کشور در خارج از کشور زندگی میکنند. فرزندانش زنده یتیم. امروز خبر رو خوندم در ختلون تعدادی فرزندان زنده یتیم شده، این نیمه یتیم شده، از پدرش جدا شده، از مادرش جدا شده، خیلی زیاد شده است. به سببش چی؟ به سبب آن که اینها از خود رفتند؟ نه، به سبب آن که ان همین تامین امنیتی عضوقواری از جانب شما، امنیتی عضوقواری از جانب شما تامین نشده است. مردم گرسنه مانده است. در تاجیکستان یگان امیدواری نیست، تاجیکستان رو ترک کرده است. مثل دیگر کشورها مهاجرت رفته با پروفسی خودش، مثلا گریم ساختمانچی ساختمان کند، دکتری کند، پروفسور پروفسوری کند، مهندس مهندسی کند. نه، شما مهندس رو میبره همین خیلی مجبورش میکنید که کوچه روبی رو از مهندسی اولا میدوند، میرود در کوچه های روسیه کوچه روبی میکند. این مهاجرت اجباری میگویند این رو. خیر فرض کردیم مهندس معاش بلندتر خواست و در تاجیکستان نخواست و کسبش رو احترام کرد و رفت در روسیه، در کره، در ترکیه، در انگلیه، در استرالیا مهندس شده کار کرد. این افتخار ما است. لیکن شما مهندس رو میگیرید به دلش میزنید، میپرتوید، میرود کوچه روبی رو از به شما سرخم کرده کار کردن اولا میداند. و این حال آورده رساندید مردم رو. شما ببینید ارد نوهای یکم و دویم 50-60% از بیرون وارد میشد. مصنوعات نان از ارد نوی یکم و دویم در تاجیکستان استحصال میکردن. مکرون
همین مکرون چیوه همین ارد میکنی از همین شکافی ها سر میتی میبراید مکرون میشود همین رو هم قسمن از بیرون وارد میکنیم همین کار چیوه در پادولی مردم همین ستانک های برده وصل کنید برقش را دائمی دهید همین مکرون در داخل استحصال میشود نرخش به پایان فرموده میرود نرخ باج خراج نقلیات همه این از بین میرود همین برق مردم رو بدهید در پادولش در همین زیرکنش در یک در خونهش استحصال میکند هم به خودش میشود به حق همسایه‌اش به همدیهش هم در یک دیه 2 نفر 3 نفر مکرون استحصال میکردگی نمیبراید به خیل خیرش کتی میبراید شما پیش روش رو میدارید شما نمیموند کار کردن همین مکرون چی استحصالش برنج توجیکستان میتواند که خودش رو به برنج تامین کند و حتی برنج صادر کند و بیرون به کشورهای دیگر نه شما همه جا رو خشک کرده اید آبی شالیکار رو میگیرید به قزاقستان میفروشید به ازبکستان میفروشید شالیکار آب ندارد وای اول خودمون رو تامین کنیم وای شیف ها وای دانه ها اول خودمون رو تامین کنیم بعد یک گپش میشوده که سخیر خودمون رو تامین نکرده حلق تشنه ایستادیم زفرآباد با خواب به صحرا تبدیل یافته شده است با خواب از بین رفته شده است به چول تبدیل یافته شده است ما آب را میگیریم اجازه نمیدهیم که دهقانان تاجیک از آن استفاده کنند آب دریای سیر همین میرود به قزاقستان فروخته میشود به ازبکستان فروخته میشود با همین آبی که تقسیم شده است کوبومتری آبی که تقسیم شده است تاجیکستان فلان قدر باید استفاده کند ازبکستان باید فلان قدر استفاده کند قزاقستان باید فلان قدر استفاده کند تاجیکستان استفاده کرده نمیتواند حق خودش رو گذشته میرود در شمال کشور اشت یک 5 برابری خودش 5 برابر جایی که مردم در آن زندگی میکنن اهالی هست دشت وسیع خالی دارد از دریا آب میکشی یک صحرا دشت اشت به یک باغ بوستان تبدیل مییابد نه آب را باید به ازبکستان بدهند ازبکستان میگیرد آب را تمام گرد و 80 طرفش را درختزار و باغ بوستان کرده است در اشت ما یک دشت کلان از همین برآمد خوجند از ناحیه باباجان غفورov سر می شود تا درآمدی اشت تقریبا 80 کیلومتر درازی با این پهنایش هم مینیمم 20 کیلومتر بدگی است کمش اگر 40 50 کیلومتر نباشد به درازی تا 80 کیلومتر به پهنایی تا 50 کیلومتر دشت همین کفی دست بر این دشت خواب خالی هیچی ندارد در لب دریا قد این دشت به همین پایان در سرحد ازبکستان آب گذشته رفته است اون طرف رو مینگری باغ بوستان سبززار درختزار این طرف صحرا حالا باغ‌هایی که در میرزاچولی زفرآباد کرده بودند در شمال کشور همون باغ‌ها باز به همون میرزاچول به چول تبدیل یافته شده است حالا دوستم سلمان سلطانزاده در یک مطلبش در یک پستش در فیسبوک نوشته بود من یک پیشنهاد میکنم که بسیار جاها را رحمان آباد امام علی آباد نامیده ایستادند میخواهند به نام امام علی رحمان مانند من پیشنهاد میکنم که انا همون دشت میرزاچول رحمانچول مانده شود چون که همه باغ بوستان بعد از همین آدم سری کار آمدن به چول بیابان تبدیل یافت وقتی که به چول بیابان تبدیل مییابد اوزوقه از کجا تامین اوزوقه امنیتی اوزوقه از کجا تامین میشود در داخل از کجا تامین میکنید شما
وقتی که گپتون به سایه‌تون نمیگذارد، آبی که باید استفاده کنید از آن، حق خودتون رو استفاده کرده نمیتونید، به کشور همسایه برآمده میرود، از این حق، از این رفته ایستادگیش کمتر شود، دو وایش میبرید، میبوید پیشتون، آب سرد میگوید، آب سرد میتید. خیر همین گپا کجایش درست است؟ گپ زنیتون چی؟ کارتوشکا قاسم رهبرویچ قاسموف رئیس ولایت سوغد بود، بعد وزیر کشاورزی شد، بعد چی بالای بدتر شد، در همین اطراف رئیس جمهور میگردد و از او جدا نمیشه، چون که بنده همه سیر اسرار دزدی کلان رو میدوند، باید از همین گرد اطرافش رو دور نکند. از اطرافش دور کردن به زندان انداختن است، مثل بهرام عنایتوف. همین گپش برآمد، برده زندان انداخت. این قاسم رهبرویش هم همین رنگش برآمد، برده زندان میاندازد، چون که چقدر سیر دزدی ها رو میداند. نه در همین حال نگاه کنید، همین قاسم رهبرویچ قاسموف وقتی که وزیر کشاورزی بود، گفت که من 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال کردم. یعنی در تاجیکستان 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال شد. همین اون وقت اهالی کشور 8 میلیون بود. همین 8 میلیون 1 میلیون تن کارتوشکا میخوردگیستی. یعنی 8 نفر 1 تن نمی. همین خیلی می. به همین حساب شما راضی هستید می؟ وقتی که پرسیده شد گفت در تاجیکستان شرایطی چی نبود، شرایطی نگهداری نبود، پوسیده رفت. یک وزارتی که 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال کرده میتواند او را شرایطی نگهداری ندارد، برای چی تو 1 میلیون تن اول پیشگویی میکنه و 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال میکنیم؟ گفته پیشگویی کردی، برای چی برای نگهداریش آمادگی نمیبینی؟ و وقتی که در حقیقت 1 میلیون تن کارتوشکا استحصال کردی، نگهداری کرده نمیتوانستی، چی علف میخوری رو نگاه کرده؟ برای چی نمیفروشی و جایش دیگر محصولات وارد کنی تا اینکه به پول و محصولات در آینده باز کارتوشکا وارد کنی؟ این نیرنگ بازها رو دیده ایستادید؟ حالا پیاز تا 7 سومونی برآمده رفته است، تا 7 سومونی. کارتوشکای پاکستان گفت داد زدنی کارتوشکا فروش ها رو در بازارهای دوشنبه شنیده هستید؟ در جنوبی کشور کارتوشکای پاکستان، کارتوشکای پاکستان. قند و شکر در تاجیکستان استحصال نمی شود، پوره از خارج برآورده می شود، وارد کرده می شود، پوره از خارج. هم قند و شکر چی است؟ همین در یک دهه یک ستانک یا یک سیخی استحصال قند تشکیل کردن نمی شود. همین در همین اویله ما 3 نفر در کارگاه های قنادی کار میکنند با معاش کلان در روسیه. همین ها میتونند در همین دهه خودمون، در ناحیه خودمون همین کارگاه را تشکیل کنند. حالا در یک اویله در نظر دارم، حالا چقدر میتون در همین یک مثلا گریم در یک ناحیه پیدا نمیشود 10-12 نفری که کارخانه استحصال قند مثلا یعنی قنادی تشکیل کند؟ میتواند. چی نمیرسد؟ دستگیری. مایلش دستگیری نکنیتون، همین خلل نرسانیتون شد. همین چیز یک با راهی طبیعی تشکیل شده میرود. شما نمیمونیتون، شما نمیمونیتون کار کردن. میبایست هر دهه کارخانه قنادی میداشت.
محصولات نانی می داشت. همین حالا همین یک میروپریت کردنی شود، دیل خو اویله توجیک به مگزین می دود قند، از این نمود شکلات، از این نمود شکلات، از این نمود قند مکک، از اون نمود قند، از اون نمود حلوا، از اون نمود پرورده جمع کنه می بیاد بزرگه به نرخ‌های قیمت خریده. همون قندخور رو بینید اگر یگان تاش استحصال تاجیکستان نی. در دستور خونتون قند استحصال تاجیکستان دیدگی هستید؟ ای تاجیک ها، همین قند چیوه قند. حالا همینجا هم گفته گذارم، زنی تاجیک رو یک بار تنقید کنم. من در دسترخوان تاجیک ها محصولات دست زنی خونه دیده نمیشد. همین نان ماکسیموم. برای همین مقام بغلیم همه چیز رو بیچاره همین کیسه خراب کرده خریده میبرد. شکلات روشن، شکلات این، شکلات وای خریده بیا، سینیگس این خریده بیا و اینش نمیشود، وایش نمیشود. این کاغذ های پیچانده شده یرقاسی باشد، شلقاسی باشد، این باشد، وای باشد. محصول دست زن در دسترخوان تاجیک کم دیده میشه. برای دسترخوان حتما پولیابی خانه پول مصرف کردنش در کار. حالا در سطح کشور گفته شدیم، در سطح همین یک اویله امنیت عضوقواری وقتی که همین عادی ترین چیزهایی که از دست زن میبیاید از خریده آورده شود چخیل میشود با قیمتی چند کرته شرایط چخیل میشود. چرا ما همین رو نمیاندیشیم؟ حالا در سطح یک اویله، در سطح یک دهه دیگه عیب است، شرم است که یک دهه یک کارخانه استحصال قند و موادهای قنادی نداشتگی باشد یا که مکرون براری نداشتگی باشد. همین ها چی هستند؟ همین ها چی مشکلی دارن؟ همین ها من هنوز صنفی هشتم یا نهم میخوندم. در نزد مکتب دهه‌مان دو نفر یک سیخی مکرون براری که شدگی بودن، نامش رو فراموش نکردگی باشم اگر. دو نفر جوره ها که شده بودن، نامش نورتاج بود به فکرم، یعنی نورالدین و تاجالدین گفتگی دو نفر تاجرها تشکیل کردگی بودن. خر تامین میکردن دیه رو. اون وقتهای خیلی مشکلی بود که در همون وقت تشکیل کردگی بودن. یادم هست میشد است که تقریبا 20 سال پیش، اگر زیاد نباشد 20 سال 22 سال پیش، نه زیاد، قریب 25 26 سال پیش تشکیل کردگی بودن. اون وقتهای جنگ شهروندی و حالتهای نیمه گشنگی و همین خیلی بود. اونها توانستن تشکیل کردن. چرا حاضر نمیشده است؟ همین خطای اینترنت میداره، خطای زکاس میکنه، در خونه آورده میتیاد تکنیک رو. ولی سوزشواری، بنزین و این چیزها دربارش گاز و اینها گپ نزنیم هم میشد. قریب 99 از بیرون وارد کرده میشود. نیروهای مینرالی از بیرون وارد کرده میشود. قریب پر هم یک قسم کم در تاجیکستان استحصال کرده میشود. تمام. انا کنون تماشابینان عزیز ببینید، در بازار نرخ رو میبرداشتن، میگفتن که چرا نرخ رو قیمت کردید؟ میگفتن که دلار برآمدگی، کورس دلار بلند شدگی. هی کورس دلار پس شده رفته ایستاده است. چرا نرخ شما قیمت شده ایستاده است؟ چرا؟ آن یک کس نوشته است که شرم بدار با این گپ های دروغین خود. من امروز از بازار خرید کردم. این نرخایی که تو گفتی در یگان بازار کشور این طرف گران نیست. نرخای ارزان با صفت بلند. نه من نوشته است، من ببینید در فیسبوک نوشته است. در فیسبوک نوشته است. همین خیلی است.
ما دروغ گفته ایستادیم. حالا ببینید در تاجیکستان ماهی استحصال میکنند. همین در 6 ماهه اول از همین ماه ینوری سال 2022 تا آخر ایون سال 2022 1145 تن ماهی استحصال شده است. در مقایسه به همین دوره سال گذشته از روی آماری که تاجیکستان رسانه‌ای کرده است 26.5% زیاد استحصال شده است. ماهی از سال گذشته 4.1% زیاد استحصال شده است. ولی نرخ میانه 1 کیلو ماهی باشد در بازارهای تاجیکستان، در مغازه‌های تاجیکستان از 20 سومانی سر می شود، ببخشید از 35 سومانی سر می شود تا 60 سومانی، یعنی از 20 تا 40% بالا رفته است نرخ ماهی نسبت سال گذشته. های دلار برآمد میگفته دلار فرامد، چی برای چی نرخ شما برای چی افزوده است؟ حالا که شما 26.5% زیاد استحصال کردید ماهی را، زیاد که استحصال کردید دلار که پس شد، نرخ شما پس شده نش در کار. برای چی نرختون بالا رفت؟ یک به سوال جواب هست می؟ یک نفر میخواهند گپ زنن. بانو بفرمایید، میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. بانو هستید؟ بانو میکروفونتون فعال نیست. الو گپ زنید. شامتان بخیر باشد برادر. زنده باشید. شامتان بخیر باشد برادری عزیز شفقتی محمد. سلامت باشید. بله گوش میکنم. آوازم نیست؟ آوازتون هست، من شما رو میشنوم. امیدوارم شامتان بخیر باشد برادری عزیز شفقتی محمد. بسیار شادم که امروز شما رو دیده ایستادیم. برنامه ها رو خیلی خوب میبرید. چیزی رو که شما قید کردید همه این چیزها درست هستند. چیزی که شما حاضر قید کردید همش درست است. من خودم شخصا از تاجیکستان از شهر پنجکین میباشم. کارتاشکا گفتید یک چیز به خاطرم آمد. در خاطرم نیست کدام سال بود وقتی که پرزیدنت به پنجکین سفری کاری داشت. 2 سال حتی معلم ها رو مجبور کردن که معلم ها کارتاشکا کارند برادر. میفهمید؟ معلم و معلمه باید به تربیت نسل نورس مشغول شود، نه اینکه به دهقانی. در تاجیکستان ما همین خیلی هست که یک دهقان رو گرفته پرزیدنت ماندند، کالخوزنیک رو، یک توی دیگرش نمیدونی از کدام فرما آمده است، رئیس علاقه وزیر علاقه شده است. من فکر میکنم که آنهایی که در وزارت هستند یگان تاشون صاحب معلومات یا صاحب همون کاری که در وزیر هستند همون چی صاحب خود نیستند. کمی من در چی هستم احساسات داده شدم. بعدا من با مردم گفتنی هستم، شخصا به مردان خودم، به مردان تاجیکستان. هر وقتی که تحقیر کردنی نیستم، لیکن میگویم برادر به چاپلوسان گفتنی هستم که پیش از آنی که افغانستان میگویم باید یک بار سوال رو به خود دهند که به افغانستان دولت‌های بیگانه در آمدن، در اونجا 45 سال جنگ است، لیکن من 11 سال است در روسیه هستم، بار یک زنی افغان یا مرد افغانی را ندیدم که به کوچه‌روی مشغول باشد، یا ایرانی رو. مردان ما اما وقت بسیارتر چاپلوسان مردان هستند. شما جنگ می اندازید، شما این خیلی هستید. بعدا من به تمام مردان تاجیکستان گفتنی هستم که یک بار باید به خود سوال جنگ که آنها کدام وظیفه مسلمانی خود را در نزد عائله های خود اجرا کردند. آنها از من خفه نشوند، شاید مرا تحقیر کنند برادر. آنها 5 وقت به مسجد رفتن و نماز خواندن و روزه داشتن را نباید. بله این همش از رکنهای اسلام است، لیکن
اسلام بسیار چیزها رو به ما داده است که به این چیز مردان ما اهمیت نمیدهند برادر. قدر زن تاجیک در روسیه هم پست است برادر. این کار رو مردان خودی ما میکنن. من کمی چی رو به دیگر طرف بردم، امروز برنامه شما در دیگر چیز بود. همین به روسیه آمدن ما این همش از پشت یک پاره نان است برادر. خصوصا در پنجره نرخ نوا بسیار قیمت است. 1 کیلو گوشت 75 سوم 80 سوم است برادر. 1 کیلو پیاز به 7 سوم رسیده است که حالا پیاز رو در خود تاجیکستان ما میخوریم. و کجا نگاه میکنن من واقعا نمیفهمم. باز کسی که سخنی حق رو گفت برده او رو پس زندان میکنن. اگر بیافتین چی وای خوب شد وای جاشو نمیافت چاپلوسا باید به سیاست کار نمیگیریم. باید هر یکی ما به سیاست کار گیریم. ما پرزیدنت رو برای اون انتخاب میکنیم که خیلی که روستا میگه سلوگان نراده اما برای اون خانه میگیریم از پشت نالوگی که ما میسپریم انداز معاش میگیرن. تاجیکستان از آن پرزیدنت نیست. تاجیکستان از مادر امامعلی رحمان نمانده است. توقع همه رو تحقیر کرده پسی پنجره میبرن. مخالفان رو از خارجه فینانسیره میکنن. خیلی پس از آنی که کمک‌هایی که از خارجه میاد ما یکی از دولت‌های قشاق‌ترین مقدار دولت‌های آفریقایی هستیم باید نگیرن. خیلی خارجی خود پرزیدنت ما کی است؟ با کدام رو به سر قدرت آمد؟ چرا مردم ما بار کلاشون رو نمیفرمایند؟ بسیار تاجیکان ما حاضر چرسپرسیلینی میگن با آیله هایشان به روسیه آمده شهروندی گرفته ایستادن. وقتی که من میبینم که فرزندان آنها با زبان تاجیکستان کردن نمیتواند یا وقتی که با آنها سوال میکنم ای تاجیکستان آینده ندارد میگن دل و جگر من رشتش میشود. من شخصا نمیفهم که فرزندان من تربیه یافتند و مجبور آمدم من با آیلی که معلمگی با معاش آموزگاری 400 500 سوم من هیچ کار کردن نمیتونم در تاجیکستان. نه در خانم شرایط کار میتونم نه دویده کم رو خورنده پیشانده میتونم. باید همه این چیز رو فکر کنن. باید نرخ نوایی که در تاجیکستان هست از نرخ نوایی که در روسیه هست بلندتر است 1 برابر. باید با معاش موافق باید نرخ نوایی بازار. تشکر خواهر بانو. من نمیدونم در کجا نگاه میکنن. تشکر خواهر بانو. همینجا یک بار نفسی آزاد کشید. ما برادر عبدالله را شنویم بعد با هم بحث میکنیم انشالله. اگر فرصت داشته باشید همینجا بمانید. برادر عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نکاسوزیت اینجا خوبه؟ در یکم جای بیتر است. مایلش میبخشد وقتتان رو گرفتم. اگر گفتنی داشته باشید منتظر باشید. من شما رو باز پیوست میکنم. عبدالله بسیار منتظر نشود. عبدالله را گوش کنیم. بفرمایید برادر. چی گفتن مکش آقا جان برای مردم میخوام که یک بی سعود یک شرمنده هم ملت شرمنده که اگه هم ملت خمون باید دمی همسر میکنن میروان. بله. های دیگه چی بگم خم ملتی برای به خاطر دینی الله نخیستن به این خاطری که بنده های الله را بوده کشته سن زندان که سه مردم خمون نمیخیزن. درست. تشکر به شما برادر عزیز. زنده باشه مردم. وقتا روز نه روز میریم پیش الله پیش خداوندمون میریم این از حال جمع شیم. والله قسم این کلغه و سگه هیچی نیست اگر ما خولی سایلا بخیزیم. زنده باشه اکا جان رحمتی کلام. تشکر زیاد به شما. تشکر برادر عزیز. حالا ببینید تماشاگران عزیز نگاه کنید. در تاجیکستان 576 میلیون و 100 هزار دانه تخم استحصال شده است در همین 6 ماهی از ماه ینور تا آخر ایون. 576 میلیون و 100 هزار دانه تخم استحصال شده است. اکنون این از روی گزارش حکومت تاجیکستان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 24.5% زیاد بوده است. یعنی 24.5% تخم زیاد نسبت سال گذشته استحصال شده است. حالا ببینید اکنون نرخ میانه یک دانه تخم 1 سوم 40 درم. یعنی از 1 سوم 40 درم هم بالا بوده است. نرخ میانه اش 1 سوم 40 درم.
انکنون ببینید 25% زیاد تخم را استحصال کردند. 25% زیاد تخم را نسبت سال گذشته استحصال کردند. نرخ تخم نسبت سال گذشته 40% زیاد شده است. چه خیلی فهمیدن ممکنه اینا. اکنون کسانی که اوی دلار قیمت شد برای همین نرخ بالا رفت میگفتگی ها چی میگویتون؟ قدر سومونی برآمد. چی گپ شد اینجا؟ چی حادثه روی داده است که 25% تخم زیاد استحصال کرده ایتون لیکن 40% نرخ قیمت شده است. بجای اون که زیاد استحصال کرده ایتون نرخ ارزان شود. چی گپ رفته شده است اینجا؟ همین خرد زم کن همین خیلی انا همین خیلی زیاد کرده رفتم میگیرید. گوشت مرغ از روی حسابات حکومت دادگی، حساباتی که در همین 6 ماه حکومت گزارش داده است، 20300 تن گوشت مرغ استحصال شده است. یعنی نسبت سال گذشته در همین 6 ماه سال گذشته 11.5% زیاد استحصال شدگی، 11.5% زیاد. اما نرخ میانه 1 کیلو گوشت مرغ 40 سومانی. 40 سومانی 1 کیلو گوشت مرغ. 11.5% زیاد استحصال کردیتون. آخر اقلا همین 11.5% نرخ رو پایین فرو ریتون. اقلا پایین نفرو ریتون. این 25% قیمت شدگی از کجا؟ همین 25 اقلا نرخ سال گذشته فروشتون. چی گپ این خودش؟ این گپ این نرخ رو از کجا میوبتون شما؟ از این میبراید که همین گوشت مرغ هم مونوپولی است، فروشش مونوپولی است. گوشت مرغ فروش هم یگان بستگی بر رستم امام علی آزاده رحمان یگانش دارد که حتما داله میتید و هیچ کس اینا نظارت نمیکند قیمت کردنش. دیگه چیزها هم انکو یک به میوه چسبیم. انگور 2400 تن در همین استحصال کردن. 1.2% زیاد شده است. نرخش 50% بلند شدگی. نسبت سال گذشته 50% زیاد شدگی. تربوز و خربوز تاجیکستان میگوید که حکومت تاجیکستان در آمارش میگوید که 283,000 تن تربوز و خربوزه استحصال شدگی. نسبت سال گذشته 7.6% زیاد استحصال کردگیان. 7.6% زیاد. نرخ میانه 1 کیلوی آن 6 سومانی. یعنی یک تربوز 5 کیلویی 30 سومون میخری. با 30 سومون پول داشتگی باشی یک تا تربوز میخری. 30 سومون پول داشته باشی یک تربوز میخری. تمام. یا یک خربوز. این نرخ را شما از کجا مییابید؟ فکر نمیکنید که این پول را مردم از کجا مییابد؟ اگر یگان همین خیل همین پول بی‌دردمیان میافتگی ها از بازار ترمیوه نخرند، مردم به خودش حق نمیدهد که با این نرخ و نوا نیم تا تربوز خریده با بچه هایش بخورد. زندگی ارزنده در برنامه های گذشته گفتیم که باید شما تامین کنید. طرز همین تامین زندگی ارزنده چگونه است که یک آدم بازار رفته همین لبش رو لیسد از پیش ششلیک گذرد، دود ششلیک رو به دماغش کشد، از پیش خربوزه گذرد، بوی خربوزه رو به دماغ کشد و گذشته رود. نیمی دل خراب نیمی دل کباب. همین است تامین شما. یعنی شما فقط وازدوخت تامین میکنید.
مردم با بوی این با دود ششلیک با دود بازار با بای بازار میروند یک کمی خودشان را سیر میکنند و گشته میبیایند. یعنی وقتی که شما به همین روز مردم رو رسانیده اید، همین رو شما تامین امنیت قواری میدونید، تامین سبدی استعمالی میدونید، تامین زندگی ارزنده، زندگی شایسته به مردم میدونید طبق کنستیتوسیون تاجیکستان ماده 1 همین است. به همین روغون رفتید بالا بالایی که ها 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 اونجا آرماتور زده ایستادن، سمنت زده ایستادن. حالا مردم بیخبر که اکولوگ ها طبیعت شناسا گفته ایستادن که روغون سال 2033 هم به آب پر نمیشد. خود امام رحمان نگران است که پیریخ‌هایی که در سرگاهی رود وحش هستند گم شده ایستادند. آنها گم شوند، او سربند 300 متری روغن، بلندی 300 متری روغن به هیچ درد نمیخورد. همه او مصرف ها. حالا این گپ ها رو نگفته ایستادید به مردم ها؟ اروپا چیکار میکند؟ اروپا سرمایه گذاری میکند. اروپا حالا از گفتنش تا برکشیدنش و تا اجرا کردنش چندی سال دیگر میگذرد. فقط شما رو هله هله کرده ایستاده است که اینقدر بغل روسیه نروید. همین قدر است، همین قدر. حالا این گپ ها رو با مردم نگفته ایستادید که احتمال دارد این سربند، این بندی روغونه که تا 300 متر برداشته ایستادید، مصرف ها های کرده ایستادید، احتمال دارد به آب پر نشود. چرخه های بالایی در همین بالا ماند. چرا از این احتمال ها گپ نمیزنید؟ رسانه های معتبری اکولوژی بین المللی در این باره گپ زده ایستادند. یعنی روغن ساخته ایستادم گفته مردم رو احمق میکنید. میدونید که دیگه یگان مردم از شما امیدواریش نیست. با همین سری مردم رو گران کرده ایستادید. وقتی که در همین جا هم فریب وجود دارد، مردم آگاه نشود، بودجه مردم به همینجا برده صرف کردن گرفته شود، یعنی عقل مردم به همینجا مصرف شود، یک روز نه یک روز با آب پر میشده گسته. این خیلی نمیشد. با مردم آشکار گپ زنید که روغن کی کار میکند، از روغن مردم چی فایده دیده ایستاده است. اکسیه های خریدگی مردم، او کاغذ های مردم خریدگی به فایده درآمد یا ندرآمد؟ کی از او فایده میدید؟ دو چرخش به کار درآمد، فروختن سر کردید به افغانستان، برق همین ورس در رفته ایستاده است، فروخته ایستاده، با طالبان بیزنس کرده ایستاده. او اکسیه مردم خریدگی سهمیه ها چی شد؟ مردم به فایده گرفتن سر میکند یا نه؟ کی؟ به همون کله مردم رو گران کرده هستید؟ نه به مردم گزارش هست؟ گزارش به سهامداران گزارش هست به سهمیه خریدگی ها؟ نه چی بودنش تعیین است، نه پول مردم رو چیکار کرده تعیین است. گفته بودید که 100% با پول مردم، یعنی با همون مالی داخلی روغن رو میسازید و به هیچ کس خوشامد نمیکنید. امروز به این گردن کج میکنید، به اون گردن کج میکنید، به این گردن کج میکنید. برای چی؟ در گپتون نیستید؟ میتونید حالا چقدر برگه ها ساخته، برگه های قیمتناک ساخته شما سهمیه های روغن رو به خارجی ها فروختگی هستید. از این هم گپ زنید. در دست مردم بودگی سهمیه ها از ده یک کیسه برگه های فروختگیتون نیست. اینش هم بگوید که پگه به فایده درآید
مردمی که مرده خودش گسته مانده به شما به سهمیه شما پول دادگی است، عده یک حصه درآمد خارجی ها رو نمیگیرد، همه درآمد روغن به خارج می رود. اینش رو هم بگوید. شما الکی فروخته خورده ایستادید روغن رو، چرا در این باره گپ نمیزنید؟ از بیرون پول میباید شما به اینوستورهای خارجی مراجعت کردگی هستید برای ساختن نیروگاه روغن. اینوستور خارجی آچه کلانتون نه بچهش میشد که به شما هم تو پول میدید و سهمش رو طلب میکند فردا. منه روسیه سنگتوده یک رو پوشید ساخت، 75% سهمش رو گرفته شده است، 25 پیلیس یک از اون تاجیکستان، 75 مینیس یک یعنی روسیه. 75% سهم سنگتوده یک گیسی تاجیکستان در دست روسیه است. سنگتوده دو در دست ایران است. حالا روغنم به هم کشورهای خارجی مراجعت کرده ایستادید، مردم هم تو دست خشک خاک میموند. برای چی نگفته ایستادید که سنگتوده یک دادیم، سنگتوده دوی دادیم، حالا روغنم داده ایستادیم؟ برای چی نگفته ایستادید؟ یک گپ بزنید با مردم، شفاف مناسبت کنید. در همین حال شما جار میزنید که روغن از بنبست ها تاجیکستان رو میبرورد، وقتی که چرخه های 6 چرخه روغن به کار میدراید، استحصالات در تاجیکستان میافزاید و این میشه و وی میشه. وقتی که چرخه های روغن به کار میدراید، مثل اینه که حالا در داخل تاجیکستان گسی سنگتوده یک ایستاده است، ما برق آن را از روسیه میخریم. انا همین خیلی از کشورهای خارجی، از اینوسترهای خارجی که به تاجیکستان برای ساختن نیروگاه روغن پول دادن، از اونها میخریم برق را با رفته به چند برابر نرخ. چرا در این باره گپ نمیزنید؟ نتوانسته ایستادید، فهمیده ایستادید؟ به این حالا رفته پیشوای ملت از روغن دیدن کرد، این خیل کرد اون خیل کرد، به اینها نمیشود. یک کلمه گپتون رو نشنیدیم. رئیس جمهور به روغن رفتید، یک کلمه گپتون رو شبکه های تلویزیونی دولتی یک کلمه گپتون رو صدایتون رو شنیدن نماند به مردم. شما اونجا رفته چی علف خوردید؟ یگان گفتید، یگان چیز گفتید نگفتید، آوازتون رو نشنیدید. فقط نطاقای تلویزیون ها از بالایتون گپ زدن، لب شما جنبید تمام گنگ بدید. شما خط پسرتون رو بعضی ها میگن گنگ است، نیمه گنگ است، دودوق است. به شما چی شد؟ گپ شما رو ما میشنیدیم، یک وای وای میکردید، عقلا وای وای نکردید. چی گپ است این خودش؟ حالا درباره امنیت عضوقواری سری همه رو گران کردید، گوشی همه رو کار کردید. یکی کشوری همسایه گندم گذراندن نماند، این احوال مردم چی میشه؟ شما مردم رو به گشنگی میکشید، مردم رو میگید تپک ذخیره کنید، محصولات ذخیره کنید، عضوقه ذخیره کنید، به 2 سال ذخیره کنید. شما چی ذخیره دارید خودتون که نرخ با وجود استحصال زیاد نرخ هم برآمده رفته ایستاده است؟ اقلا نرخ رو شما اداره کرده نمیتونید، نظارت کرده نمیتونید. خدمات ضد انحصاری چیکار میکند؟ هیچی. همین خدمات چی در کار است وقتی که زورش به مونوپولیستا نمیرسد، زورش به بچه های رئیس جمهور نمیرسد، به بچه ها، به داماد ها، به خصوص بچه های رئیس جمهور زورش نمیرسد. مونوپولیست اساسی همین هایند. همین خدمات چی لازم است؟ کی رو نذارن؟ دیگه مونوپولیست نیست در تاجیکستان. کی مونوپولیست شده میتونه در تاجیکستان؟ مغز برای همین بچه های رئیس جمهور، خصوص بچه هایش و دخترانش و دامادهایش باشد، خر اینها پسند میکنند مگر خدمات ضد انحصاری رو؟ پس همین نهاد چی لازم است؟ به اجازت همین
чукурдакҳои атрофи раисҷумҳур кӣ метавонад монополист шавад дар Тоҷикистон? алё салом алайкум акоша. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. умедворам ки хуб бошед. зинда бошед, бифармоед. خیلی موضوع جالب بررسی شده استادان می‌خواستیم یک فکری خودمون مثلا در این موضوع بگیم اگر اجازه باشه. بفرمایید. شما میاد جسی رو حقوق رو قید کردید در دوره سهمیه خریدن شهروندان کوهستان بعد پولی که جمع شد در این محیط. ببینید وقتی که سهمیه جمع شده بود با یکی از اطلاعات همین حسن اسدالله‌زاده در همین حدود 300 میلیون دلار اگر خطا نکنم از پول سهمیه ها سمالیات خریده. بله سمالیات خریده بود. این پولی که جمع شده بود سهمیه این پول رو یعنی بعد دوم معلوم نیست توجهی که همون کارمندان روغون تا کدام حقوق نگرفتن یعنی معاش نگرفتن این هم زیر سوال است. حکومت یک مکانیزمی اداره کنی با طور معمولی ندارند. یگان کارشناس ندارند در این دوره امیخری حکومت توجیکستان. اینا از یگان کارها خوب در نمیارن اینا. گپ بزنید. و ببینید باز یکی از همون شبکه‌های استخباراتی خود ایرانی اداره کرده می شود. مشاورای نزدیک به خود امام علی هستند و نمیمونند که مثال مردم یک نفس توبه بگیرند. از بررسی ما خیلی وابسته است. تشکر برادر. اگر یگان سوال باشد ما جواب دهیم، اگر نباشد شما همین درباره تامین امنیت اوزقواری چی گفته میتوانید؟ عموما یگان در این باره یگان فهمش هست، یگان چیز گفته میتونید در این باره امنیت اوزقواری در تاجیکستان؟ اول باید ما تعریف امنیت خوب درک کنیم برادر شفقت. اکثریت امنیت درست نمیفهمند. یکم امنیت اوزقواری در تاجیکستان بهترین سخنان را دیگر در بالا شما گفتید. در مسئله مثلا اون عادی ترین محصولات خام ما دیگه هر چیز زیاد ندارم. شما بهترین چیزا رو قید کردید. همین دیگه ندارد. فسادکاری در حکومتی که فساد باشد فرق ندارد. و سرمایه‌اش خوب است، بودجه دولت خوب است. از این یک پیشروی مسئولین میخواد. یک آدمی تو شایسته تالار باشن که در اینا رو اجازه بدن. نه تنها در اقتصاد، در همه بخش‌ها آزادی بیان، مثلا چیز بگم کشاورزی یا که اقتصادی. در 3 سال اخیر در 2 برنامه‌های قبل از این شما من نگاه کردم، شما یک عدد گفته بودید تقریبا 560 چند هزار صاحب‌کار از فعالیت خودش بازداشته شدند با پوشش اگر در یادتون باشه. بله درست است. حالا از 2 سالی که شما قید کردید تا امروز شاید بیشتر هم شده بود. وقتی که سرمایه گذار یا که بگیم اندوز خورنده منبع اندوز اندوز که فسادترین از نقاط حکومت تاجیکستان است که در اونجا پرسنلش همیشه یک مثل سرکولیت عوض میشوند، میروند زندان میشوند، با پول میدن، با میان از طریق دیگر کریشهاشون در اونجا برقرار میشن. عموما اندوز هم همین چیز است. اجازت نیست وقتی که حکومت دیکتاتور هست این یک مکانیزمی پلی تکنولوژی خوب نداریم. در مشاوره تاجیکستان پلی تکنولوژی اصلا فقط ایمیج میکر ها داریم. تمام همین ایمیج میکر ها همین ایمیج سازی کرده میگردن.
یعنی بله در جناب به هر یک نام‌های هم اینقدر نام چسبونده رفتن که نام میچسبوندگی نمان جناب عالی گفتن، پیشوای ملت گفتن، این گفتن وای گفتن، همه چیز گفته شدن. حالا انکنون قهرمانی تاجیکستان این خیلی گفته شدن، ادا شد، تمام شد. حالا با از نو سر کرده رفته اكو دو کرات گفته میرن، دو کرات قهرمانی تاجیکستان، دو کرات پیشوای تاجیکستان، دو کرات جناب عالی، دو کرات اساسگذار صلح و وحدت. یعنی برای دو کرات اساسگذار صلح و وحدت شدن با یک بار دیگه خون ریختنش در کار. همین خیلی است. این حکومت یک چیز مهمی دیگه هم قید کنم برادر شوکت که در طی 2 روز اخیر یک قرار قبول کردن به چیزی خودتون در باره همون عکس که ویدیو گرفتن از ابله که ما شرمنده میشیم. این یک. بله. بعد دوم اگر از خبرهای فرهنگی تاجیکستان با خبر باشد، برزو عبدالرزاقوف میخواد یک نمایش که بله منقورت از روی اثر چنگیز عظمت بله ایجاد ندادن. در اون روبرو همه کارت‌ها را باز کرده. ما ملت تو هنوز هم خودش نشناخته شده است. برای این خاطر ما نمیدونم آینده روشن داریم نداریم دیگه. در یعنی آشکارا گفتن که به سیاست امروزی تاجیکستان راست نمیاد. یعنی سیاست امروزی تاجیکستان منقرت سازی است و او نمایشنامه ضد منقرت شوی است. برای همین به سیاست راست با شرم نداشته میگن به سیاست ما راست نمیگوید. بعدید میدونم که در آینده هم قانون‌های خیلی از این هم بدتر شاید بروند روی راست خانه مردم مثلا چی روی بد کنن، بگن شما اگر مقابله یا که مقاومت کردید 10 سال دیگه زندان میشید. مردم مجبورن دیگه خط کنن. مردم دیگه چیکار کنن باید. خلاصه من این چی که نظر همین قدر بود برادر شد. تشکر به شما برادر عزیز. یک نفر دیگه از واتساپ تلفن کرده شده است، شما قطع بشوید. تشکر به شما. الو، نفری که از واتساپ زنگ زدن یک باره خودشان بیرون شدن. کسانی که میخواهید در برنامه صحبت کنید خواهش میکنم به این رقم واتساپ +48 739 564 719 زنگ زنید، یا این که سلکه‌ای که در پایان نوار در اپیسانی آورده شده است به همون از تلفنتون باشد توسط گوگل خروم وارد شوید، به همون انگشت زنید واردی برنامه میشوید. حتما با هم وا میخوریم و صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید. کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید حتما آبونه شوید و به دوستانتان این خبر رو هم رسانید که برای تماشای برنامه‌های پیام تیوی حتما ترافیک اینترنت خریدن لازم نیست. میتوانید با خریداری یک همون گلافکا میگیم یا LMB میگیم برای پارابولیچسکی پیوست محوری ایتلسات 7B کفایه است که شما به شبکه محوری پیام تیوی وارد شوید و در خانه شما پیام تیوی صدا بدهد. به کسی نگویید، همه خودتان مستقلانه این مسئله را حل کنید. تماشا کرده شنید، در پریزه را بندید، بر روزش با هم هستیم. من رقم ما چیزی که دلتان میخواهد زنگ زنید، یگان ما خطاگی داریم مشورت دهید، یگان برنامه های میخواهید در شبکه محوری پیام تیوی دیدن مرحمت زنگ زنید. ما حتما گفته شما را تا حد توان اجرا میکنیم. پیشنهاد دارید حتما پیشنهاد شما را قبول میکنیم و کسانی که با طور ولانتیاری همین ماها با طور ولانتیاری کار میکنیم، با طور ولانتیاری میخواهند با پیام همکاری کنند، انا همین رقم زنگ زنید همکاری میکنیم. خبرنگاری میکنید، خبر میفرستونید، ویدیو میفرستونید، اودیو میفرستونید، صدا میفرستونید، صورت میفرستونید. هر کاری که میتونید برای پیشرفت ما کمک کردن میخواهید مرحمت همین رقمی واتساپ، همین رقم تلگرام هم دارد. میتوانید به همین رقم معلوماتتون را فرستونید. اگر خودتون را شناس کردن نمیخواهید با یگان نام مستعار
اگر شما خودت ما رو امانت دار میدانید و به این باور دارید که ما شما رو نمیفروشیم، که کسی رو نفروختیم، چندین نفر تا این وقت با ما همکاری کردگی هستند، ژورنالیست های نامدار همکاری کردگی هستند، ما یگان تاشون رو نفروختیم، حکومت نمیدوند، تا حال حاضر آشکار نشدند، انشالله آشکار هم نمیشوند، با ما همکاری دارند و این همه این گپ های ما از آسمان نیست. حتما مشورتشون رو میگیریم. بسیار بزرگان رو در خود داخلی حکومت هم هستند، یگان تاشون رو ما نفروختیم و باوری حاصل کردن که ما با آنها هستیم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، شما می توانید با ما باور کنید. رقم واتساپ همین رقم، تلگرام هم دارد، می توانید به همین رقم تلگرام معلومات ها را بفرستانید، همکاری کنید و انشالله که همکاری شما با ما این برای پیشرفت ملت است، برای آگاهی ملت است، برای قدم های استوار ماندن به آینده ملت است، به قله های بلندترین پیشرفت است. ما آرام باشیم، پراکنده باشیم، به همدیگر کمک نکنیم، پیش نمی رویم. ما حتما با هم بودنمون لازم است، به هم کمک کردنمون لازم است. از مهاجرت، از حادثه هایی که در روسیه می شود، در دولان های پلیس می شود، پلیس بازداشت می کند، به نوار گیرید، دم نزنید، به نوار گیرید، به ما ارسال کنید، به همین رقم، به تلگرام ارسال کنید. شما حتما برای اون که از برنامه های ما باخبر باشید، همیشه خواهش میکنم در آبونه شدن به کانال تلگرامی ما، به کانال اینستاگرامی ما، به تیک توک ما تنبلی نکنید. این کانال اینستاگرامی ما است، پیام با زیرتیر نت. همین پیام زیرتیر نت نویسید در اینستاگرام، حتما ما رو پیدا میکنید. در تلگرام با همین سیلکه t.me دروپ پیام زیر نقطه فارسی میتونید توسط همین به تلگرام ما وارد شده و ابونه شوید. الو بفرمایید. الو گپ زنید. الو سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر اکو شفقت جان اینجا نازد، سلامتتون نازد. ها تشکر به شما. از مسجد بوی مسجد آوردید. باور کنید چند بار میگم زنگ زنم یک صحبت کنیم و نه خدا نصیب کرده الحمدلله بگی جنوبه. تشکر به شما. گپ زنید برادر. عباری همین جناب اولی یک دوسته سخن کنم، یک عریضتی هم برای جناب اولی بدید. عریضتیه چه خیلی که اگر اجازت باشد یا با اجازه شما مالش. همین جناب اولی من تا 2008 تاجیکستان رفتم. تاجیکستان همه خیلی آزادی بود که همین مله ها ما الحمدلله 99% ما مسلمان هست. همین تاجیکستان 2008 من رفتم، بچه‌های مایده درس میگرفتن، درس اسلامی، خداشناسی. باید پگه قبرستان میره داخل دونو گورش میمونه و مثبت میشه، باید دولکش بود خدا را شناسه. بله. همه خیلی با بود که به یک پای سلانسی لخلخه میرفتن، همین میگفته تاجیکستان جنت هست. هیچ روی زمین همون وقت میگفته میشه. حالا همین چیزها رو همش من کردم. همین رحمان مثال همین جناب اولی، همین بعضی آدما میبرند از جناب اولی وای میکنن، همین پیشوا میکنن، حمایت میکنن، میگن جناب اولی خوبه، جناب اولی بعد چوکر یگان کار نکرده. جناب اولی با خدا قسم یگان کار نکرده. من نیا کنید که اکای شفقت جان چیکار کرد؟ رای خوجان د ساخت، همین رای خوجان د همه خپسه کار کنه که به پول مردم کرد که مردم پول میتیاد. همین روزی که ساختش پول دوستاده تا حاضر پولش دوستاده و یک سال پول همین مردمی خودی همین مچار حساب کنه دیگه پول دودگی رد شد تمام. تا حال پول دوستاده چندی سال گذشت حالا پول دوستاده مردمی مچار. یک راه اگر گیریم آبادی راه گیریم دست همین تاجیکستان آباد کرده گیا پول قطعی آباد کرده گیا پولی مردم قطعی آباد کرده گیا. مثال
یگان کاری منفیت نآورد و تو دروغگویی فریب نیرنگ بازی هم خیلی آورد و گمراهی. تاجیکستان آدمی یک کس بیاد مثلا خواند گپا بسیار انده همه گپا بسیار انده که من باور کنید اگر یک سوتکه گپ زنم هم باری تاجیکستان تمام نمیشود. درست. مثلا شما خوب خوندیه ما میخوایم مثال شما معلمی ما شوید در تاجیکستان معاش بردارد رحمانوف نمیخواهد پول های نمیخواهد خودش نمیخواهد و یک آدمی که مثال کالج خونده باباهای 2 خونده 3 خونده و رحمانوف ویگ نکار کردن اول به رحمانوف ویگ نکار کردن 100 سامان 200 سامانش میتید دروغ چی نمیفهمد بچه مرده گمراه کرده مکتب نشینه مثلا دیگه آدمی بی‌سواد به رحمانوف ویگ نکار کرده آدمی بسواد رحمانوف به خدا قسم نمیمونه در تاجیکستان کار کردن و من یک تا میگم برای همین برادرایی که مثال کمتر سواد داره التماس حاضر سری وقت اگه تاجیکستان برید تو رحمانوف در همین حیات های برید از دنیا گذشت کدی رحمانوف با میداره تاجیکستان همه خیلی یعنی رحمانوف آدمی بسواد گنده میبینه گنده دشمن. مثلا منم اگر پرزیدنت باشم بی‌سواد باشم گرد خودم میگم بی‌سوادا بیام من بسواد دشمنی من است البته من باید به آدم بی‌سوادا رو باید پیشم رو جمع کنم آدمی بسواد من به درکار نیم اگر خودی همی پرزیدنت خدا اگر بسواد باشد البته گردش مثال بسوادا میبین برای این رحمان التماس من شما جناب اولی التماس میکنم که شما استعفا کنید التماس مردم به خدا قسم شما را نمیخواهد والله بالله تعالی شما را نمیخواهد مردم برای بعضی ملوهای هستن که نمیخوان میترسن شما بگون که ما شما را نمیخواهیم که پرزیدنت ما شید برای استعفا گیرید التماس جناب اولی استعفا برید دبروال نبا همه به حق دودوی خیر میکنن اینقدر ظلم و اینقدر ظالمی به تو آدمای خوب برده ترمه ترسوده و بچه دارد مادر پدر بچه زن دارد دروغ برده ترمه ترسوده برو آمده که سخن حق میگود میبره ترمهش میکنه یا خنده رو نمیگلده خیلی قانون تاجیکستان داره. درست برادر عزیز باور کنید همه خدر بی‌سوادی در تاجیکستان زیاد شده که خیلی خدا بشه حال خونسا دیم چون که من وقتی که ما اومدیم 2006 سر کردیم روسیه اومدم به همین روسیه هم یک طرف رحمت گفته دعای خیر کردن که در حق روسیه هم که ما مسافرها اومدیم عذاب کشیدیم من که نمیخوایم خدا خواهد میموریم در گشنگی برو نمیخوایم بچه‌مو بی‌سواد مونن ان شاء الله نمیخوایم دخترامو بی‌سواد مونن نمیخوایم بچه‌مو بیس مونن خدا سواد بشه بعد پیرامید شما میشکند جناب عالی خدا هم ما این کارو میکنیم ان شاء الله امروز فقط جمع میکنیم خدا تو میدونه که سواد چه غلبه داره اول سواد میکنیم ان شاء الله با یک چیز دیگه گفتنی هستم که مقابل دین جناب عالی همین روزه که مقابل دین اسلام خست همون روز شکست خورد همون روز مردم خستن چون که ما مسلمان هستیم الحمدلله ما یک جا داریم درون گور تمام یک 7-8 سال پیش یک برادر در قزاقستان سود کردن ترمه کردن خنده کنان درون ترمه درون برا چون میدوند حقه میدوند که دنیا هیچی هست میدوند که مو سخن کر خدا خود در بیرون میموند یک گله آدمش با پیدا میشن انشاءالله درست و میدوند جنت های دوزخ های نگه جناب عالی شما نمیدونید جنت های دوزخ های فقط میدونید 100 گرم در درون استکان تو باشد زنی راحت کنید حال هم سری وقت جناب عالی توبه کنید خداوند رحمت الله علیه است که شما رو میبخشه اگر توبه کنید من استعفا گیرید تو استعفا نگیره خدا شما رو نمیبخشه چون شما انسان بی‌سواد هستید وقتی شما انسان بی‌سواد هستید شما هیچ وقت در پالتو آدمی بسواد نمیگیرید شما به یک تا پریوات که بسواد در کاره تمام این پریوات کند که یگان جا اشیبکه نکند کم تا شرمنده نشد تمام دیگه یگان آدمی بسواد در کار نیست برای شما ما خدا خواد با یگان پرزیدنت نفت شد انشالله بسواد به من میدونه چیکار کردنش دیگه گفت شما را هم میدونه ولی البته اول خدا ترس باشد درست و تو مچی دارم من کاره مچی میره سبحان الله من 3 سال بود تاجیکستان نرفتم تو همین خیلی دوی بد نکنم البته من همین نیت دارم
نه که من دوی بر نمیکنم. اگر رحمان رو از دنیا گذارد من ترکستان میرم خدای میتونم که چون که من میدونم که دیگه خدشه نمیاد درون مسجد. نه خب خط بیاد عباری سخن الله گفتن در کار، سخن پیغمبر گفتن در کار، خط میاد جناب اولی انت گفتن، جناب اولی انت گفتن و جناب اولی مرام تو صنف سیر تمام کرده، کالج تمام کرده. با خدا قسم اگر من میفهمیدم همین 2006 من روسیه اومدم سر کردم روسیه، من از جناب اولی به سوال میشدم. من خودم بی‌سوادترین انسان در کردستان گفته روسیه اومدم. خوب تشکر. زنده باشید برادر عزیز. من سخنات بسیار خدا خدمت سلامتون می‌دم. همه سخن دارم که باور کنید. سلامت باشید برادر. دین آزاد باشد در تاجیکستان. شرمنده شدیم به خدا، در تمام جا شرمنده شدیم. در همین روسیه به تو همین کلازردو چچنو و یا سیاز میبرون، در دیگه دولت‌ها میبرون میگن اول گام نزنیتون میگن. من تاجیکستان نماز خواندن نمیتونید. به خودت پدر میخزاد میترسد، الله در پیغمبر نمیترسد، میگو رحمان نمیمونه تا 18 سال مسجد رفتن نرو مسجد. شرمنده شدیم. ملاها التماس بیدار شویتون، التماس ملاهای تاجیکستان بیدار شویتون. فقط سخن حق قبولت گویتون. هیچ که شما رو هیچ نمیگوره. این سفیده که 70-80 ساله هست بسیار هستیتون، اما تو ملا هستیتون الحمدلله. شما برای سخن حق گوید مردم بیاد مسجد دارید گیتون. اللولک اثر کرده مسجد داره. نخواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که از درون مادر تربیت اسلامی تربیت شریعت دید. رحمانوف میگو تا 18 ساله رو تربیت اسلامی ندید. این کجای خیلی قانون در یگون دنیا نیست در قانون. درست. الحمدلله در همین که در دولت کف زندگی میکنیم نماز، روزه، ریش همه چی اجازه است. را من مسجدا پر را بچه میبری، دخترت میبری، تربیت اسلامی شده. بار مکتب بابای 5 خانه. این خوبتر نیست، این آبروی ملت نیست. هم در اینجا بابای 5 که در مسجد درس کرد، هم روان مکتب بابای 5 که خانه. آبروی ملت تاجیک نمیشه. البته آبروی ملت تاجیک میشه. در کدام دولت نباشه. یک از تاجیکستان بشه بهتر. ما میخوایم در تاجیکستان فرزندان ما درس بدیم. ما میخوایم طبق شریعت در منصب امام حنیفه رحمت الله علیه هستیم. میخوایم که ملت خطوم ما درس بدیم. دیگه کس نمیخوایم فرزندان ما رو درس بدیم. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. رحمت شفقت جان. خدا خواهد انشالله به نیتمون میرسیم. انشالله تاجیکستان یکم دین قطعی آزاد میشد. از دین آزاد شدیم خدا خواهد دین اسلام آزاد میشد. البته برآمده گپ زدن در کاریم خدا ترس از خدا نمیترسیگا زیاد شدن در تاجیکستان میترسن. همین سخن حق گفتم میترسن. هم موسیقی کارم دو تا بودن که بیچاره آبیان بس کردن گفتن مسجد نداره تو، مسجد وای نکنه، ریش نمونه تو، وای نکنه تو، چکار نکنه تو. این دین ما یه حقوق الله، این حقوق دموکراتی به ما دخل ندارد. اول ما باید حقوق الله را وای کنیم، انتخاب کنیم. با حقوق دموکراتی یک ما هیچ وقت نمیخوایم حقوق دموکراتی مقابل حقوق الله باشد. اول ما شریعت میخوایم، شریعت میخوایم در تاجیکستان آزاد باشد. این شما میخواهید نمیخواهید خدا میخواهد. ما انشالله دبیام سه انشالله رحمان به نیتمون میرسه. تشکر به شما برادر عزیز. بله خوب شفقت جان دندون تو گرم. زنده باشید. پدر و مادر شما به رحمت که خیلی فرزند نوترس برو وادن با تمام مبارزانی که مثلا همه که نوترسیده من دل گرده میگم میبرون گام میزنم با بعضی دل سوستکا میبرون که 2 سومه اولیگ میگیرم معاش میگیرم و شکر و قند شما میرسد با هر خیلی گپای بیزه میزنم داشتم نتیجه مرد هستون برید و این یکای شفقت به برادرایی که هستن مبارزه گپ زنه سخن کنه دکزات کنه که شما حقی یک شما حق نیستید. من بی‌سوادترین آدم هم هستم. بی‌سوادترین من 3 دورم در کاش من دکزات میکنم که 3-4 دورم من یک قوادیم بسواد نیستم. الرحمن هم یک بسوادم. من دکزات میکنم الرحمن عروسی نظمی توم خوندم. من این اومد شرمنده میکنم. هر یک بار میبیاد جناب عالی همین راستی من گیره میکنم. هم میشنم کله‌زده کنم گیرم میبرم. گام میزنم. من همین رحمان بسوادم. یک از دیگه انسان‌های تاجیکستان همش بی‌سوادترین منم. که من توش نمیدونم که رحمانوف ناحقه. 100% میدونم انشالله. هم در دنیا میدونم هم در آخرت من جواب میدم که همین ناحقه. درست. خودی پیغمبر ما گفته که بی‌سوادی گمراهی است. یعنی بی‌سواد اومده همه را گمراه کرده.
حق باطل نمیدونیم جدا کردن نمیتونیم حق باطل. برای همین محمد شفقت جان بخشش من وقت شما رو بسیار گفتم، بسیار من از برادرانم بخشش میپرسم، برادران خواهران که وقتشون گرفتن. در امان خدا باشد، خدا خواهد ان شاء الله به نیتمون میرسیم ان شاء الله. دعا کنه در حق ما، دعا کنه دعا باشیم. تشکر به شما برادر عزیزم. در امان خدا باشید. خدا حافظ. زنده باشید. تشکر زیاد. من خدا در امان خدا. در امان خدا. برادران عزیز، خواهران گرامی، کسانی که حالا ما را تماشا کرده ایستادید، یک شما خواهش میکنم که تگمه لایک را پخش کنید و کسانی که به ما پیوستگی نیستند به ما بپیوندید. حتما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید و از روی نشان داده که هست تقریبا 60% تماشابینان ما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستند. حالا اینجا تقریبا 600 نفر ما رو در خود یوتیوب تماشا کرده ایستادند. فکر میکنم از این تقریبا 300-400 نفرشان شاید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نباشند. همینجا اگر به شبکه یوتیوبی پیام تیوی همین 300 نفر آبونه شوید، در یک دو روز دیگر ما از 100,000 نفر میگذاریم. تقریبا ما عین حال 99,000 نفر شده هستیم، تقریبا یک کمی کمتر. انشالله همین هفته امیدواریم که از 100,000 میگذاریم. برای همین کمک شما لازم است و حتما با یکوی که شما باوری دارم که کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نیستید حتما حاضر خودش تگمه آبونه شدن رو پخش میکنید و به ما آبونه میشوید. ضرر نمیکنید تماشابینان عزیز. حالا همینجا با یکوی که شما من خیر خوش میکنم و در نهایت به شما خبری که عین حال آماده شده است و خبر روز در پیام تیوی در همینجا پخش میکنم. از همینجا میتونید تماشا کنید. بعد از اون میتونید خبرهای ما رو در شبکه یوتیوبی پیام تیوی ما رو پیگیری کنید. با همین یک شما رو به الله پاک می سپارم. زنده و سلامت و سربلند باشید. با ما بودن را فراموش نکنید. ما هم همیشه کوشش میکنیم که با شما باشیم. ادامه جستجوی اخوانی ها از جانب مقامات امنیتی تاجیکستان. معلم تاجیک در آزمون اتحاد دولت های مستقل سزاوار جای دوم شد. از همپاشی آیله ها و تعداد زنده یتیمان در ختلان می افزاید. در ازبکستان برای پیگیری گمانبر شدگان به گناه بندک‌های الکترونی جاری می‌کنند. طالبان چاره‌های پاسبانی مرز با تاجیکستان را پرزور کرده‌اند. مقامات در چند شهر و ناحیه‌های کشور ده‌ها نفر را با اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین برادران مسلمان در جستجو قرار داده‌اند. روی خط پوره جستجو شوندگان در پی این قضیه که عددشان بیش از 50 نفر است دسترسی پیام شده است. گفتنی است قبلا دادستانی کل یوسف رحمان گفته بود که مقامات تاجیکستان 72 نفر را با اتهام پیروی به گروه اخوان المسلمین در جستجوی بین المللی قرار داده است. معلوم نیست چرا این روی خط یک بار 20 نفر کمتر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز چند نفر را در جستجوی رسمی قرار داده است و عکس‌های آنها در شعبه‌های این وزارت در نواحی زده شده است. نام‌های بعضی از آنها از لوحه جستجوی وزارت کارهای داخلی به پیام فرستاده شده است که اینها علیموف بختیار فیض‌اللهیویچ با ماده 187 قسم 2، همدموف شیرعلی قاسمیویچ با ماده 307 قسم 2 علاوه 2، نوراللهیف غفران کریمویچ با ماده 307 علاوه 3 قسم 2،
قناعتوف جمشید جمعه مرادویچ با ماده های 187 قسم 2 ماده 307 علاوه 3 قسم 1 حمدانوف مظفر قاسمویچ با ماده 307 قسم 2 علاوه 2 حسنوف کمالجان حیدرویچ با ماده 187 قسم 2 گمانبر دانسته شده‌اند. روی خط پره جستجو شوندگان در دست پیام قرار دارد، اما نه همه آنها راضی شدند نامشان رسانه شود، چون از تعقیب نزدیکانشان از جانب مقامات خوف دارند. طوری قبلا پیام خبر داده بود دادگاه تاجیکستان حکم گروه از بازداشت شدگان با اتهام اخوانی را صادر کرد که هر کدام آنها از 5 تا 24 سال به زندان محکوم شدند. یادآور می‌شویم که از آغاز سال 2020 مقامات تاجیکستان بازداشت 10 نفر را با اتهام اخوانی بودن آغاز نمود. شادی حفیظزاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی خبر داده بود که در نیم ساله اول سال 2020 در کشور 274 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های افراطی و تروریستی از جمله 203 نفر همچون عضو اخوان المسلمین دستگیر شده‌اند. سردار مرکزی اینواتسی دانشگاه ملی تاجیکستان معلم کلان کافدره اینفرماتیکی فاکولته مکانیکی و متماتیک شمس‌الله تقایف در آزمون آموزگار بهترین 2022 میان آموزگاران دانشگاه اتحاد دولت‌های مستقل سزاوار جای دوم گردید. همچنین مقاله پیشنهاد نموده او برای چاپ در دومین کتاب بین المللی آموزگار بهترین 2022 انتخاب گردید. شمس‌الله تقایف از جانب کمیته تدارکات برای سزاوار گردیدن به جای دوم با دیپلم و مدال سرسینگی سرافراز گردیده است. باید گفت که آزمون مذکور با تشبث اسوسیاسیون بین المللی عالمان جوان در قزاقستان و دستگیری اتحادیه شخصان حقوقی حرکت عمومی ملی بابک دایر گردید. در نیم سال اول در ولایت ختلان از هم جدا شوی تقریبا 1900 عائله به قید گرفته شده است که این رقم در مقایسه با آمار همین دوره سال گذشته تقریبا 400 مورد زیاد است. بنفشه رحیمزاده مدیر اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ختلان روز 14 ایول به خبرنگاران گفت که در نتیجه از همپاشی عائله ها بیش از 2200 کودک نیمه یتیم شده اند، یعنی در تربیه یکی از والدان ماندند. در همین حال رحیمزاده درباره سبب‌های افزایش جدا شدن عائله ها چیزی نگفت. مقامات کشور بیشتر جدا شوی عائله ها را به نکاح بروقتی، یکدیگر نافهمی و خشونت خانوادگی ربط می‌دهند. به اطلاع رسمی در سال 2021 در تاجیکستان بیش از 13000 عائله از هم جدا شده، از این طلاق‌ها حدود 15000 کودک نیمه یتیم مانده اند. کارشناسان سبب اساسی از هم پاشیدن عائله ها در تاجیکستان را بیشتر به مهاجرت اجباری و به طولانی از همدیگر دور ماندن زن و شوهر ربط می دهند. عین حال تقریبا نیمی از اهالی تاجیکستان در مهاجرت به سر می برند. در ازبکستان سیستم نظارت افراد گمانبر شده با بندک های الکترونی جاری می شود. در اساس قرار داخلدار دیوان وزیران جمهوری ازبکستان با مقصد پیشگیری فرار شخصانی در صادر نمودن جنایت گمانبر شده که نسبت آنها چاره پیشگیری کننده در نمود محروم ساختن از آزادی پیش بینی شده است و همچنین به محبوسان نظام استفاده بندک‌های الکترونی جاری کرده می شود. هنگام کوشش فرار شخصی در صادر نمودن جنایت گمانبر شده، بندک الکترونی به طور اتوماتیک به جز اتمهای نوبتداری شعبه کارهای داخلی منطقوی خبری اودیو و ویزوئالی آنلاین می‌فرستد. همین طریق شخصانی که در آنها بندک‌های الکترونی هست در حالت کوشش فرار توسط GPS به مقامات معلومات فرستاده می‌شود. در خبر گفته شده است که تا 1 دکبر سال 2024 تمام جزء اتمهای مقامات کارهای داخلی پر با بندک‌های الکترونی مجهز کرده می‌شوند. در ولایت تخار طالبان چاره‌های پاسبانی مرز با تاجیکستان را پرزور کردند. طالبان میگویند هیچ تهدید امنیتی در سرحدهای تخار با تاجیکستان وجود ندارد. قادر ذکرالله زاکر یکی از فرماندهان طالبان با تلویزیون آریانا نیوز گفته است در تمام ناحیه‌های همسرحد با تاجیکستان مجاهدین ما مستقر هستند و آماده هر نوع تامین امنیت میباشند. اما موشک‌های دیدویی که از جانب افغانستان به قلمرو تاجیکستان آمده می‌افتند جانب تاجیکستان را نگران کرده است. چند پیش چند موشک از ولایت تخار به قلمرو تاجیکستان برخورد و داعش مسئولیت این موشک اندازی را
به عهده گرفت. همچنین به اطراف ترمیزی ازبکستان نیز چند روز پیش موشک‌ها از جانب افغانستان افتی بودند. این بود شرح خبرها تا این دم. خیر، سلامت باشید.